سیوم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه فضلالدین محمدیوی ناحیه سینایی پایتخت مؤسسه دولتی مکتب بچگانه موسیقی رقم 3 به نام عبدالفتاح آدینه‌اف را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نوید و آشیانه در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در مساحت 0.17 گکتار زمین قامت افروخته برای 300 خواننده در 2 بس پیش بینی شده است. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که ساختمان انشاءات اولی سال روان آغاز یافته در مدت کوتاه انجام یافته است. در بینای نوی مکتب بچگانه موسیقی شرایط مؤثر فراهم بوده، آن از حجره‌های کاری، سیمخانه‌های تعلیمی رقص، فورتپیانو، سازهای خلقی، سرودهای اکادمی و فلک و غیره عبارت است. همچنین برای برگزار نمودن همایش و چاره‌بینی‌ها در اینجا تالاری بر هوا با 42 جای نشست و کتابخانه جایگیر شده است. میناداری اهل فرهنگ پایتخت را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می‌رسانیم که پیوسته به ساحه فرهنگ توجه زیاد دارند. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما اهل فرهنگ پایتخت کوشش به آن خرج می‌دهیم که شاگردانی را تربیت نماییم که در عرصه بین المللی معرفی‌گر صنعت کسبی تاجیک باشند. مکتب بچگانه سال 1962 در زمینه خانه استقامتی تشکیل شده به طلبات امروزه جوابگو نبود. حالا باشد خوانندگان امکان دارند در بینای نو که دارای شرایط معاصر است به تحصیل و هنرآموزی مشغول شوند. در پیروی از سیاست بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفتیم در آبادانی و سازندگی وطن سهم گذاریم. بینای مکتب موسیقی با طرز زمانه‌ای ساختیم.
در این مؤسسه بهترین شرایط فراهم آوردیم. میم بعد نیز کوشش میکنیم که سهم خود رو در آبادی و سازندگی وطن گذاریم. حالا در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه موسیقی رقم 3 به نام عبدالفتاح آدینایف 130 خواننده هنری رقص، نوازش اسباب‌های خلقی و جهانی و سرایندگی را می‌آموزند. با آنها 25 آموزگار از جمله صنعتکاران ورزیده و سابقه‌دار تعلیم می‌دهند. جناب عالی که خودش شخصیت فرهنگی است و همین مکتب‌های موسیقی بچگانه که در طی من این 2 سال 3 سال شدند افتتاح کردند، این برای ما فرهنگیان یک روز عید است، یک روز خرسندی است، یک روز خوش است که در این مدت 34-35 سال استقلالیت دولتی ما با ابتکار جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی تاجیکستان پرزیدنت کشور امام علی رحمان این آبادی و این سازندگی و این پیشروی هایی که ما امروز دیده استادیم همش به شرافت سیاست امروزه فرهنگ دوستانه و سیاست برجسته این ابر قدرتی ابر مردی قدرتمندی ما می باشد. این مکتب از اون مکتب علاقه زمین و آسمان فرق می کند. تماما صنفخانه های بر هوای زیبا، من این شرایطی خیلی زیبا، اسباب های نوی که امروز در این صنفخانه ها ما میبینیم، این غمخواری این حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، شهرداری دوشنبه، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی می باشد که امروز برای ما این شرایط مساعد را برای تعلیم و تربیه شاگردان فراهم آورد. ثمره خیلی کلان داده است این سیاست فرهنگ پرورانه جناب عالی و از این آزمون ها یک چهره های نو پیدا شدن در اینجا. این ثمره پیشروی امروز تاجیکستان صاحب استقلال ما است. ما باید شکرگزار از این پیشوا باشیم، شکرگزار از این سیاست امروزه دولت باشیم، شکرگزار از همین پیشروی ها، این سازندگی ها و این آبادی های کشور، اینقدر نقب و قصرهای فرهنگ زیبایی که در همه ولایت ها و خودی ناحیه ها رو دیگر نمیشناسیم. ما میرویم میبینیم این راه های نازنین، این راه های زیبا، اینقدر پیشروی ها، اگر شکر نکنیم ما کور میشویم. در برابر نوسازی اینچنین مؤسسه با نامگوی زیادی سازهای موسیقی از جمله فورتپیانو و رایل خرد الکترونی، کلارنت، فلیتا، گیتار، غیژک و اسبابهای ضربی تامین شد. لازم به ذکر است که خوانندگان مکتب موسیقی در آزمون‌های جمهوریوی از جمله تاجیکستان وطن عزیزی من و آزمون‌های بین المللی در خارج کشور از قبیل دولت‌های آلمان، شویتزاریا، ترکیه و فدراسیای روسیه اشتراک نموده سزاوار جای‌های افتخاری گردیدند. من نظام گلنورا ختم کننده مکتب موسیقی بچگانه رقم 3 غالب آزمون‌های جمهوریوی بین المللی از جمله تاجیکستان وطن عزیزی من سپاس خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما چنین مکتبی با شکوه را تحفه کردند و با فخر میکنم که با پیشوای ملت صحبتی صمیمی داشتیم و در آینده ما کوشش میکنیم که صنعت ملی خود را در عرصه بین المللی معرفی کنیم. Я очень рада, что сегодня мне предоставилась такая возможность, как поговорить лично с нашим президентом, лидером нации. Я рада, что у нас получилось составить спокойный и довольно искренний диалог. В дальнейшем я буду усердно трудиться, чтобы представлять нашу страну и за пределами нашей республики. من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم و افتخار میکنم که جناب عالی به اینجا تشریف آوردن. من بلبلی خوشخوانم و باغ و چمنم هست، در وصف وطن شعر و سرود و سخنم هست، با ملتی آزاده خود انجمنم هست، زیبا وطنم جان وطنم جان وطنم هست،
من با وطنم، با وطن تا جان وطنم هست. من با وطنم، با وطن تا جان وطنم هست. بعد از شناسایی با شرایط فراهم شده در بینای نوی مکتب موسیقی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آموزگاران و خوانندگان را با این تحفه ارزنده تبریک و تهنیت گفتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در زمان جهانی شوی و برخورد تمدن‌ها نقش فرهنگ بیش از پیش برای معرفی دولت و ملت می‌افزاید. از این رو از آموزگاران دعوت کرده شد که به تربیت متخصصان شایسته صنعت و هنر جهد و تلاش نمایند. امروز با اشتراک رهبر دولت و رئیس شهری دوشنبه در مجموع در پایتخت 8 مؤسسه تا مکتبی برای 1900 کودک افتتاح گردید. ساختمانی باز 98 مؤسسه تا مکتبی دیگر در شهر دوشنبه برای 23000 کودک ادامه دارد. مورد ذکر است که سال 2025 تا امروز در شهر دوشنبه 5 مکتب با 2650 جای نشست در 2 بس و 16 مؤسسه تا مکتبی برای 3640 کودک به استفاده داده شده است.